بینندگان عزیز، ضمن عرض سلام و وقت بخیر دعوت می‌کنم با اخبار هفته همراه ما باشید. مراسم یادبود همکار فقید مرحوم مهدی افراسیابی در شرکت برگزار شد. آی مردم، آی مردم، به دلم داغ جوونه. در پی درگذشت همکار فقید مرحوم مهدی افراسیابی از همکاران پرتلاش واحد مونتاژ، مراسم یادبود آن عزیز سفر کرده در فضای آکنده از غم و اندوه با حضور خانواده مرحوم، مدیرعامل و جمع کثیری از همکاران شرکت ایران خودروی خراسان در محل شرکت برگزار شد. مرحوم افراسیابی هفته گذشته به دلیل بیماری دار فانی را ودا گفت و با بدرقه همکارانش در آرامگاه ابدی خود در بهشت رضای مشهد آرام گرفت. روحش شاد و یادش گرامی باد.